متهم ردیف 13 عباس علی داوری فیضی پورآذر، فرزند حسن سمت، عضو فعال و کادر مرکزی گروهک تروریستی منافقین، مسئول روابط خارجی تشکیلات، مسئول ارتباط با نهضت‌های به اصطلاح آزادی بخش جهان، مسئول روابط گروهک منافقین با مسئولان رژیم بعث، شرکت در عملیات تروریستی نظامی فروغ جاویدان به عنوان مسئول تیم نظامی در محور همدان، شرکت در نشست‌های منافقین با ژنرال‌های امریکایی و نفر اول نشست‌های گروهک و ارائه دهنده اطلاعات محصله از جاسوسی به استخبارات عراق در جنگ تحمیلی. هیئت محترم دادگاه، متهم ردیف 13 یعنی عباس علی داوری یکی از مهره‌های اصلی و تعیین کننده در جاسوسی از کشور بوده. یعنی ایشون اطلاعات بسیار حساس از کشور رو به استخبارات عراق تحویل میداده و در واقع زمین ساز شهادت بسیاری از عزیزان ما، اعم از نیروهای حافظ امنیت، اعم از نیروهای نظامی، مردم عادی، کودکان و زنان هست. برادر رحمان، شما شخص شخیصی هستید. میشه بفرمایید چند سال دارید؟ 50 سال. میشه بفرمایید که چند ساله در خدمتتون هستیم؟ یعنی شما تو سازمان مجاهدین هستید؟ 24 سال ما خدمت شما. 24 سال. خواهش دارم، خدمت از ماست. شما در آذربایجان بودید. یک دعوایی بین من و این جماعت هست. دنبال شخص پخته صاحب نظری میگردم که بین ما قضاوت و حکمیت بکنه. هرچی گشتم بالاخره سرد و گرم چشیده تر از تو پیدا نکردم. اون بقیه که نمیدونم کلاشون چجوری شده. دعوا بین من و این جماعت اینه. من میگم فیلمسل با حضور اشخاصی مانند تو چرا میگویند و حق و ناحق رو ناحق میکنند که از همین مریم اکبرزادگان تا نمیدونم فائزه و زهره بنی جمالی اینا زی صلاح ترن. من شخصا نظرم با ارادتی که به شما دارم این است که شما زی صلاح ترید. الالتزامات غير المعارض تدرسون في حقوقي وعليكم ومن حقوقكم ما يسر عليكم. من خب بررسی خیلی درستی این مبلغی که شما میگید در شرایط موجود نیست، ولی اون گسترش ما میمونه. اون گسترش هم برای یه چیز ضروری خودتون هر ضروری. زين احنا خلينا نعتبر هذا المبلغ خبر هست بخواد در براتون میکنه. إذن إجمال وضع هم عدد من الأخبار في ميدان دیروز بچه‌های ما در تهران باشه بودن. یکی از فرماندهان کمیته بود کشتن. بعد عملی امکان محمدی تهران و شام ایام احد من بعد سجن توییقات در منفور بودن این گروهک همین کلیپ بسه، کلیپی که خودش یعنی متهم ردیف 13 عباس علی داوری
نشسته و بر روی خون جوانان کشورش داره چونه پول میزنه، با مقامات اجنبی، با مامورای سرویس اطلاعاتی رژیم بعث یا همون استخبارات نشسته چونه میزنه، یا به قول خودش داره خبر مسرت بخش شهادت یکی از نیروهای جمهوری اسلامی رو به اونها میده.